پروردگار عظیم‌الشأن در خطاب ربانی خودش در سوره قدر بسیار آشکار و واضح مقام و منزلت این شب مبارک را ذکر کرده است. و این شب را پروردگار در با خطاب ربانی 3 بار ذکر کرده است. انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. خب این سوره سراسر فضیلت است و چرا این شب شب قدر نامیده می شود؟ آرای گوناگون است. یکی می که تمام عملهای انسان خواه خرد باشد خواه بزرگ قدر کرده می شود از جانب پروردگار. دیدیم که شب یعنی معین کردن تقدیر بشریت است، تقدیر انسان است، مقدر گردیدن از جانب پروردگار نسبت به خلایقش است. چرا دعای آخر مخصوص گردنده شده است و فضیلت بیشتر داده شده است؟ فقط به خاطر همین است که در این شب در دعای آخر همین شب قرار دارد. یعنی طبق فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب قدر در 10 روز آخر رمضان قرار دارد و مردم اینا باید جستجو کنند. جستجو کردن این حکمت‌های زیادی دارد، از حکمت‌های زیاد برخوردار است. چرا شب قدر مثلا آشکار نیست؟ اول آشکار بود، بعد بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فراموش کرده شد. این حکمتی بود که پروردگار نخواسته بود که شب قدر باید از نظر مردم پنهان بماند و تمام 10 روز آخری ماه مبارک رمضان اینا بجویند، چون که فضیلت خاصی دارد که پروردگار خودش میگوید که خیر من الف شهر. یعنی این شب قدر مقام منزلتش بیش از 1000 ماه است. همین فضیلت رو در بر گرفته، از بس که در 10 روز آخر رمضان روزش نامعین است، پس باید مؤمن کوشش کند که همین 10 روز آخر در جستجوی شب قدر باشد. برای چی در جستجوی شب قدر باشد؟ برای اینکه از ثواب 83 ساله محروم نگردد. این حکمت‌های خاص دیگر دارد و علما در این باره بسیار جستجوهای زیاد کردن، مخصوص مفسرین و محدثین جستجو کردن و با بعضی دلایل اثبات هم کردن که مثلا با اغلب گمان مفسرین و اندیشمندان عالما که این شب 27 رمضان است. و چی دلیل دارن؟ دلیلشون بسیار استوار مستحکم است، دلیلی مثلا سبک نیست. مثلا حساب کردن که سوره مبارکه قدر از 30 کلمه دقیق عبارت است. 27مش که هی است، همین شب است. این یکم دلیل اثبات کردن که به اغلب گمان هی حتی مطلع الفجر، همین کلمه هی را ضمیر راجع به سوی شب است. دلیل دیگر که پروردگار با خطاب ربانی میگه که انا انزلناه فی لیلة القدر، همین لیلة القدر 3 بار ذکر شده است و از 9 حرف عبارت است. لیله 4 حرف است و قدر 5 حرف است و این 3 بار ذکر شده است. 3 ضرب 9 27 می شود. و این اعداد اعجازی قرآن هم اثبات کردند که یعنی اغلب گمان همین است که شب قدر شب 27 رمضان است. و این معنی را ندارد که کسی که در دهه آخر یعنی 10 روز آخر رمضان کدام شبی که بشیند از فضیلت شب قدر برخوردار نمی شود. نه، برخوردار می شود. انما الاعمال بالنیات. کسی نیت کرد که در روزهای تاخ 10 روز آخر رمضان اگر شب قدر بشیند، در کدام روزی که نیت کرد خدا او را از فضیلت شب قدر بهره ور می‌گرداند. و چرا آشکار نشد؟ مثلا 21 نشد؟ احتمال است که اگر روز 21 شب قدر میشد، دیگر مردم شب قدر کسب کردیم، اجر و پاداش دیگر گرفتیم گفته، زیاد گرفتیم گفته، احتمال است که بعد دیگر با تنبلی راه دیدن تا آخر ماه مبارک رمضان. به همین خاطر پنهان گذاشته شد که 10 شب آخر باید که مسلمانان اجتهاد بیشتر کنند. اگر چندی در شب 21 هم بهره ور شوند از فضیلت شب قدر، باید در 9 شب دیگر باید نامحروم نمانند از اجتهاد و تنبلی و با مثلا بے پروایی راه ندهند. فضیلت اساسی شب قدر و هدف اساسی آن از چی عبارت است؟ خب بیشک وقتی چیزی که پروردگار او را عظیم می‌شمارد از فضیلت‌های زیادی برخوردار است که حتی حساب کتاب اون فضیلت‌ها جز پروردگار کسی دیگر نمی‌داند. وقتی پروردگار عظیم‌الشأن به ذات خودش میگوید که لیلة القدر خیر من الف شهر، پیش از این میگن و ما ادراک ما لیلة القدر، این معنایی که وقتی خطاب قرآنی در نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه و ما ادراک، وقتی خدا میگه و ما ادراک چیزی شما را داناند، معناش اینه که پروردگار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو میداند. اگر در خطاب قرآنی و ما یدریک بیاید به معنای به فعل مضارع بیاید، معناش که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمیداند.
یعنی اونا پروردگار از حکمتش آگاه نمیکند اگر خطابی به ما یدریک بیاد. وقتی میگه و ما ادراک، این کنایه از بزرگ بودن این شب است، درست، از خیلی صاحب فضیلت بودن این شب است. و در فضیلت این خداوند هدفش هم بیان میکند که خیر من الف شهر، این شب است عبارت از 8 ساعت یا 10 ساعت، لیکن در پیشگاه پروردگار بسیار عمل کننده، اجر و پاداش عظیم دارد و این شب خدا شب بزرگ است، صاحب فضیلت است. حتی قرآن عظیم شان هم در این شب، در شب قدر نازل گرده است. اگر به طریق عادی صحبت کنیم، هر کسی در همین شب یک بار استغفرالله گوید، در نامه اعمالش چنین نوشته میشد که 73 سال شد که در طاعت عبادت پروردگار استغفرالله گفته ایستاده است. کسی یک بار سبحان الله گوید، 83 ساله در نامه اعمالش عبادت نوشته بود، گویا که ذکر کرده است. و این فقط به ذکر ربط ندارد که فقط به ذکر و تلاوت قرآن استغفار. هر کسی را ببخشد، گویا 83 ساله در عبادت بخشش قرار دارد. هر کسی با کسی قاری نباشد، یعنی اگر چگونه فضیلت حساب نکنیم بازم کم است. و این تعد نعمت الله لا تحصوها، اگر شما نعمت‌های پروردگار را حساب کنید، حساب کردن نمیتونید، از اون شکرش هم به در نمیآید. و قلیل من عبادی الشکور، و اندک از بندگان من در مقابل بزرگ نعمت‌های بزرگ این شکر گزارند. این معنی همین دارد که شب قدر باید با تمام آداب، با تمام اخلاق، با تمام شرایطش باید رعایت کرده شود. و از فرایض آغاز می‌گردد، از فرایض که همین ادای فرایض خودش الکی قیام لیل شب قدر را از این درک می‌دهد. پس هدف از این شب قدر سازندگی درونی انسان است، تقویت مناسبت انسان به خصوص مؤمن به پروردگارش است. و یعنی این شب انسان از دنیا کنده می شود، مناسبت انسان از دنیا کنده می شود، باید جهان باطنی را چنان بسازد که گویا خودش است خدا. از در همین زمینه که در روزهای رمضان پروردگار میگه الصوم لی و انا اجزی به، روزه برای من است، من پاداش روزه را خاص خودم میدهم. پس این شب قدر هم خاص پروردگار است. این شب قدر برای همین عالمه بگن که شب عمر است. اگر کسی تواند که این شب ضایع نشود، به طاعت عبادت، به ذکر و بندگی و در خدمت خلق خدا بودن، اینم عبادت است. و در همین زمینه فضیلت بسیار بشمار است. از اون جمله که پروردگار خودش میگه که مادامی که میگوید بهتر از 1000 ماه، پس همین است که از فضیلت هایی که بسیار یعنی شمرده نشونده هستند.